این بنا برای یگان صحنه فیلمبرداری هالیوود منظره جالب می شود، اما در اصل چنین نیست. در این بنای یخبسته آدمان زندگی دارند. در میان آنها مادر 3 فرزند گلبهار کنجایوا نیز هست. تصور کنید بهار شود با ما چه خواهد شد؟ آیا چنین ممکن است؟ در اینجا زندگی کردن حتی خطرناک است، خصوصا برای کودکان خیلی خطرناک است. بنای خوابگاه پیشین آموزشگاه حربی اویاسیونی ایرکوتسک سال 1982 ساخته شده است و چند سال باز در حالت صدموی قرار دارد. دیوارها کیها باز مغار بسته است و ساکنان به ویرانه ها و پنجره های شکسته عادت کردند. شوهر گلبهار سابق آشپز قسم حربی است. این عائله بیش از 15 سال باز در اینجا زندگی می کند. میگویند میترسند که کودکان را در خانه تنها مانند و در حالت ضروری با خود به کار میبرند. این زن میگوید که خدمات کمونالی بنا کار نمی کند. ما خودمان میکنیم. ساکنان آنهایی که اینجا زندگی میکنند برای تعمیر یگان جای پول جمع میکنند. چراغ‌های دالان را ما خودمان میخریم. اگر تعمیر برق لازم شد خودمان میکنیم و ما هیچ کس خدمت نمیرساند. گرمیدهی تنها در آشیانه یکم است. از نم و رطوبت زیاد دیوار و زینه پایه ها خراب شدند. آشیانه های از دوم بالای بنا زیر یخ قرار دارند. ماه نوامبر در شفت بنا لوله آب شکست و مشکلی ساکنان را زیاد کرد. بعد از برهم دادن آموزشگاه در سال 2009 بسیاری از مردم خوابگاه را ترک کردند. حالا در این بنای صدموی 4 عائله با شرطنامه‌ای که با وزارت مدافعه بستند زندگی می‌کنند. آنها کارمندان قطاری اند و در شهر ایرکوتسک امتیاز گرفتن خانه را ندارند. نزدیک 10 عائله دیگر غیر قانونی زندگی می‌کنند. با سبب مشکل حقوقی نمی‌توانند صاحب منزل خوب شوند. مقامات پیشنهاد کردند که توسط دادگاه از حقوق خود حمایت کنند و حق گرفتن منزل بهتر را پیدا نمایند. بعد از آنکه خبرنگاران این موضوع را رسانه‌ای کردند، مقامات هم وعده دادند که برای دسترس کردن سند یاری می‌رسانند.